اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که همه دعاهای قشنگ و نورانی امام چهارممون حضرت زینت عبادت کنندگان در حق همه من و شما به اجابت برسه، به برکت این قشنگترین شبها و روزهای سال، یعنی ماه مبارک رمضان، و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خیلی خوشحالم از این بابت که محضر شما هستم و محضر استاد عزیزم محمدی شاهرودی که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام عرض کردیم، خیر مقدم، خوشحالیم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر، مخلص. بنده خوشحالم که خدمت شما و دوستان عزیز بیننده هستم. ان شاء الله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و شماست دوستان عزیز بیننده بر زبان ما و شما جاری بشه. الهی آمین. الهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، قبولی طاعات، عبادات، نمازها، روزها، قرائت قرآن ها، انفاق ها، ان شاء الله خدا همه را قبول کنه. و خدای متعال رو شاکریم که توفیق نصیب کرد که خدمت شما دوستان عزیز باشیم. ان شاء الله که اینها جزء بهترین عبادات و نورانی ترین فرازهای عمر ما و شما باشه که علی قاعده اینجوری است. حتی شب‌های قدر گفتم بهترین کاری که یه فردی میتونه بکنه همین تعلیم و تعلمه. ما هم که الان کارمون تعلیم و تعلم هست. ما بحثمون در اثبات معاد بود. من آخرین دلیل رو هم میگم، بعد هم میخوام یه بحث خیلی کاربردی تر و جذاب تر رو شروع کنیم و اون هم بحث مراحل معاده که انسان بعد از دنیا چه عوالمی رو طی میکنه، کجا میره. و آخرین دلیل ما باز بر ضرورت معاد که حتما باید معاد باشه، بحث رحمت خداست. دنیا ظرفیت تحقق رحمت کامل خدا رو نداره، چون همه چیزش محدوده. خدا مثلا فرض که بنده دوست داره، چقدر بهش عمر میده؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال. در حالی که بنده دوست داره که این عمرش همیشگی باشه. از این حیث از رحمت خدا انسان محروم میشه دیگه. بله. بنده میخواد که همه نعمت‌ها رو داشته باشه و نقمتی هم در کنارش نباشه. نوش باشه ولی نیش نباشه. گل باشه ولی خار نباشه. حیات باشه ولی ممات، مرگ نباشه. خب نمیشه. انسان از رحمت خدا محروم میشه. باید عالمی باشد که انسان به اندازه ظرفیتش بتونه از رحمت خدا برخوردار باشه و هیچ حدی هم نداشته باشه. یه خود اون نشأه و عالم محدود نکنه رحمت رو. دنیا رحمت خدا رو محدود میکنه، از طرف خدا حد نداره. بله. ولی نفس این عالم باعث میشه که اون چیزی که انسان میخواد از رحمت خدا برخوردار بشه نتونه. در بهشت برخوردار میشه و در اون عالم برخوردار میشه. این هم دلیل دیگری بر ضرورت وجود معاد. البته برهان‌های دیگه هست، مثلا اینکه انسان نفس مجرد داره، این روح که مردنی که نیست، پس باید عالمی باشد که این ادامه حیات اونجا باشه. خود تجرد روح دلیلی است بر اینکه معادی هست و ضرورت داره که معاد باشه، وگرنه وقت روح یک موجود مجرد جایی نداره که بخواد باشه و ظرفی نیست که این موجود مجرد در خودش جا بده. همینطور از راه‌های دیگه هم میشه ضرورت معاد رو ثابت کرد که ما فکر میکنیم این مقدار کافی باشه. حالا انشاءالله از برنامه بعد که عرض کردم شروع میکنیم تا چند تا سوال من مطرح میکنم که دوستان روش تأمل کنن. سوال اول ما اینه که انسان بعد از دنیا چند مرحله رو طی میکنه، چند عالم رو پشت سر میذاره تا به مقصد برسه. اون عوالمی که انسان بعد از دنیا طی میکنه کدوم هست؟ تا به مقصد برسه. مقصد. بله. مسافر دیگه. مقصد رو همون بهشت یا جهنم در نظر میگیره دیگه حالا خود مقصد میشه یا عالم. یا عالم خود مقصد میشه. به هر حال انسان مسافره. این قافله در حال حرکته. هر حرکتی یک مقصد داره. بله. این قافله هم باید یک مقصد داشته باشه. یک جا به ثبات برسه. بله. نه به سکون. یک جای دیگه به مقصد برسه، نه به آخر خط.
که آخر خطی وجود نداره. اونجایی که انسان دیگه زندگیش یک ثباتی پیدا میکنه، دیگه از این نشعه و نشعه و نمیدونم از این موقت زندگی کردن نیست. این مراحل رو انسان چطور طی میکنه؟ انشاءالله در برنامه بعد یه اشاراتی به این بحث خواهیم داشت انشاءالله. یه سوال برام پیش اومد بپرسم، بعد بریم یه فاصله بگیریم سوالات مردم بپرسم. فرمودید این دنیا به دلیل ظرفیت محدودش نعمت‌های خدا اون درجات عالیش رو ما نمیتونیم در واقع دریافت برخوردار باشیم. مثال زدید، یعنی مثلا ما نوش میخوایم بدون نیش نمیشه، گل میخوایم بدون خار نمیشه، مثلا شیرینی میخوایم بدون تلخی، نور میخوایم بدون تاریکی و اینا. انگار اصلا فرمول این دنیا اینجوری تعریف شده که ما اگر نیشی نباشه طعم نوش خیلی برامون جذابیت نداره اصلا. یعنی مثلا اون طرف قضیه هست که این طرفش برامون محسوسه و لذت بخشه، میدونی چی میگم؟ ولی آیا اونور دیگه این فرمول نیست؟ یعنی هر چی هست فقط خیر و نور و نوش و شیرینی و دلچسبی و ایناست؟ بله، منتها چون انسان این نشأه رو پشت سر گذاشته، این تو کامش هست، این تلخی ها، این محدودیت ها، این محرومیت ها. درست. وقتی اونجا که میرسه که محرومیتی نیست، کاملا مقایسه میکنه با این طرف، وقت لذت میبره. اونجا بودیم که حیاتمون با یعنی وقت این قیاس بین اونجا و اینجا خواهد شد. مثلا همین آقایونی که رفتن یا خانمایی که رفتن تجربه کردن این قیاس رو میکنن. وقت اونجا که انسان میبینه، وقت مقایسه میکنه با اینکه من اینجا چی داشتم، اونجا چی داشتم، چی بودیم، چی شدیم. اونا باعث لذت بیشتر اونجا میشه. ضمن که همینجا هم این که اگر نیشی نباشد نوش لذت کامل ندارد، به معنی این نیست که اگر نیش نباشد نوش نمیتواند باشد. همین تو دنیا هم میتونه باشه، منتها جلوه نوش زمانی بیشتر میشه که در کنارش نیشی باشه. اون زیبای زیبا زمانی جلوهش بیشتر میشه که مقایسه بشه با یه زشتی، وگرنه تا حدی اون زیبایی خودشو داره. بله، در قیاس با زشتی اون زیباییش بیشتر جلوه میکنه، بیشتر انسان پی به زیباییش میبره. خیلی ممنونم. بریم برگردیم، خیلی جای دوری نرین، زود میایم سوالاتون رو میپرسم. بفرمایید. خب خیلی ممنونم که هنوز دارین با نگاه‌های مهربون و مشتاقتون برنامه یاد خدا رو همراهی میکنین. سوالاتی که ارسال کردید به 3720 رو میخوام از محضر استاد بپرسم با موضوعیت مسائل مربوط به معاد. پرسیدن انسان چه کنه که اعمال زشت رو موقع مرگش نبینه؟ باش توبه و جبران. اگر انسان توبه کنه، اون اعمال زشت از نامه عملش پاک میشه، به جایش توبه نوشته میشه. توبه میره جای اون اعمال رو میگیره که التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب، یا اینکه التائب من الذنب کمن لا ذنب له، التوبه تجب ما قبله. توبه قبل خودشو پاک میکنه و خودش جاش میشینه. این یک. و دو، جبران کنه. اون نفسی که با گناه بد شده، چموش شده، منحرف شده، با طاعت اون نفس رو مهار کنه، نفس رو اصلاح بکنه، ضد اون گناه رو انجام بده. یعنی در واقع پادزهر اون گناه رو به کار بگیره تا اون زهر خنثی بشه و نفس انسان دوباره سالم بشه. این دو گامو برداره، درست میشه، اصلاح میشه. اعمال زشتش رو موقع پاک میشه دیگه. وقتی عمل زشت نمیبینه که دیگه اصلا عملی زشتی. خب آیا اجل معلق تو پرانتز نوشتن مثل خودکشی، تصادف، گاز گرفتگی و چند تا نقطه اینها هم با اجازه خداست و آیا پیشگیری ازش ممکنه؟ جواب هر دوش مثبته. این که با اجازه خداست، بله، منتها با اجازه تکوینی خداست، با اجازه تشریعی خدا نیست. چون خدا گفته خودتو نکش، گفته که لا تقتلوا انفسکم ان الله بکم رحیما. خدا انقدر به شما مهربانه که اجازه کشتن خودتون رو نمیده. کسی خودشو میکشه، این دستور خدا رو زیر پا گذاشته.
خدا تشریعاً اجازه خودکشی رو نداده بود. این که داره خودشو میکشه اون امر تشریعی و اون نهی تشریعی خدا رو زیر پا گذاشته. همینطور بقیه مواردی که در سوال اومده، خدا گفته بود احتیاط کن، خدا گفته بود مواظب باش که تصادف نکنی، مواظب باش که گاز نگیردت مثلا. تشریعاً نه، خدا نمیخواست کسی دچار مشکل بشه، کسی جوان مرگ بشه، کسی اون عمر طبیعیش رو نداشته باشه. تکویناً بله، خب خدا اگر به انسان اختیار نمیداد که نمیتونست خودشو بکشه. اگه عقل نمیداد، اگه قدرت نمیداد، یا میخواست خودشو بکشه، یک فرشته اومد گوشی میگرفت میتابون میگفت حق نداری این کارو بکنی، خودشو نمیکش. یا موقعی که خودشو بکشه جاشو تو جهنم بهش نشون میدادن، خودتو بکشی جات اینجاست. این خواست که مثلا راحت بشه دیگه. وقتی بهش نشون میدادن میدید که از چاله در میاد، چی میشه؟ به چاه میفته. به چاه. هرگز خودشو نمیکشت. پس تکویناً بله اینا با اجازه خدا این کار را کردن. برگی از درخت نمیفته مگر با اذن و اراده خدا و مشیت الهی. اما تشریعاً نه، تشریعاً خدا این چیزها رو نخواسته. بخش دوم سوالشون چی بود؟ آیا پیشگیری ازش ممکنه؟ بله خب. بله پیشگیری ممکنه. انسان نباید که حتی فکر خودکشی رو بکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن مؤمن به هر بلایی ممکنه مبتلا بشه ولی خودشو نمیکشه. کسی خودشو میکشه در واقع این بلا دیگه انسان از ایمان خارج میکنه. دیگه کسی خودکشی کنه بدون شک اون مؤمن نبوده. هم دیگه امام فرمود مؤمن به هر بلایی ممکنه مبتلا بشه ولی خودشو نمیکشه. خب چیکار کنه؟ اصلا فکرشو نکنه، چون خودکشی از لحاظ روانشناسی، از لحاظ روانی یک روندی رو طی میکنه که 5-6 مرحله 7 مرحله رو طی میکنه تا آخرش به خودکشی میرسه. اون مرحله اول رو باید انسان قطع کنه که به اینجاها نرسه که دیگه بخواد ناخودآگاه مثلا فرض کن دست به خودکشی بزنه. اون فازهای اول این عرض کنم که پروسه رو باید قطع کنه که به اینجاها نرسه. بله میتونه جلوشو بگیره و کافیه که همون شخص با یک انسان عاقلی مشورت کنه. بله حتما اون رو جلوشو میگیره و این کارو نمیکنه. درست. میگن وقتی میت رو داخل قبر گذاشتن و سنگ لحد رو چیدن، به اذن خدا او عطسه میکنه، روح به بدنش برمیگرده تا متوجه بشه که مرده و دوباره روح از بدنش خارج میشه. آیا این درسته؟ این که وقتی که مرد خب متوجه میشه که مرده دیگه، لازم نیست که بخواد دوباره زنده بشه تا بدونه که مرده. مثلا قبر رو ببینه، مثلا سنگ لحد رو ببینه، وقتی باز زنده دیگه مرده نیست که. آره دیگه. روح به این بدن برگرده میشه باز دوباره زنده. در واقع میگه اینجوری که ایشون میگن برای لحظاتی دوباره زنده میشه که ببینه سنگ لحد و اینا باورش بشه. ولی خب وقتی دیگه بمیره لابد متوجه میشه کم کم که مرده دیگه. اون که فورا متوجه میشه، بعضی دیرتر متوجه میشه. ولی این که بخواد دوباره زنده بشه همچین چیزی نداریم. غیر مردن دیگه، مرده نشه. درباره این که در قبر یعنی در برزخ چی میگذره، مثلا فشار قبر بر کدام بدن وارد میشه؟ برای این بدنی که دفن کردیم، بدن عنصری خاکی، بدن ناسوتی به اصطلاح، یا بدن برزخی؟ سوال نکیر و منکر از کیه؟ از این میپرسن، با این زبان باید جواب بده، با این زبانی که مرده و حالا دوباره دفنش کردن دوباره زنده میشه، بخواد با این زبان مثلا بهش گفتن که من ربک بگه الله جل جلاله مثلا، یا نه با اون زبان برزخیش جواب میده. دو تا نظر وجود داره. یه نظر که بعضی از علما ما بزرگان ما نظرش اینه که در قبر موقتاً روح به این بدن برمیگرده، چون ظاهر بعضی از روایات مطلب اینجوری نشون میده. و این بدن رو تو قبر مینشانند، ازش سوال به عمل میاد، پرسش قبر از این بدن به عمل میاد و دوباره باز میخوابه و میمیره. این یک نظره که از ظاهر بعضی از روایات استفاده کرده. بعضی از بزرگان ما هم نظرشون همینه. نظر دوم اینه که وقتی انسان مرد دیگه تابع عالم برزخ میشه، دیگه برگشتن معقول نیست. برگردش کار کنه.
تابع احکام برزخ میشه. چون اون چیزی که در روایات اومده مثلا راجع به عذاب قبر و این چیزها از لحاظ مادی اصلا قابل تحقق نیست. مثلا فرض کنید 99 مار بر این انسان مسلط بشن که هر ماری اگر بخواد به زمین فوت کنه گیاهی بر زمین نخواهد روید. عجب. این مار اگه بخواد به اندازه رشته‌کوه البرز باشه، سرش هم به اندازه قله دماوند باشه، بازم این قدرت رو نداره که بخواد با یه فوت کردن یه همچین اثری. بعدم شما خب اینه که قبر رو نبش کردن یا اینکه خیلی اتفاق میفته، نه ماری دیدن، نه اون مار با اون چیز، نه عقربی دیدن، نه نمیدونم اینا هیچ پس تو روایت داریم. پاسخ اینه که نه، اینا دیگه از جنس برزخ هم. مار هم از جنس برزخه. سؤال نکیر و منکر هم با اون بعد برزخی انسان هست. انسان با اون زبان که زبان فطریش باشه جواب میده. ولی این که فارس زبان بهش میگن من ربک، چه میدونه من ربک یعنی چه؟ طرف انگلیسی مثلا فرض کن، انگلیسی که طرف که انگلیسی فقط بلده بهش میگن من ربک، چه میدونه من یعنی چه، ربک یعنی چه؟ نظر ما این دومیه که بعد از اینکه انسان مرد دیگه تابع عالم برزخ و احکام برزخ میشه. فشار قبر بر اون بعد برزخی، سوال نکیر و منکر از اون قبر، از اون چیزه. بهشت برزخی است، نه بهشت دیگه. جهنم برزخی، باز جهنم برزخی، قضاش قضای برزخه که امام صادق فرمودن که ارواح الکفار فی نار جهنم یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه. فرمود که کفار تو جهنم برزخی هستن. اونجا گفت حجرات فی الجنه در مؤمن، اینجا میگه فی نار جهنم، فلهی تو آتش جهنم. از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن. دعاشون هم اینه که خدا قیامت برپا نکن، دوست دارن تو همین جهنم برزخی باشن، به اون جهنم اصلی منتقل نشن. خب اینا به نظر نمیاد که بخواد بین بدن ناسوتی باشه. پس نظر ما این شد که نه دیگه، بعد از اینکه انسان قبض روح شد کلا تابع احکام برزخ میشه. همه اتفاقاتی که براش میفته از جنس برزخ، نه از جنس ماده. شما این کسی که الان دفنش کردن، فرض کنید که حالا مثلا زنده شد، تو اون فضا میتونه تنفس کنه، میتونه زنده بمونه؟ نه دیگه، چند دقیقه بعدش یا چند ساعت بعدش دوباره میمیره دیگه. زندگیش چه فایده داره بخواد زنده؟ که میگن این که مینشانندش که در ظاهر بعضی روایات اینجوری است، ولی بخواد بشینی این قبر باید نیم متر بیاد بالا دیگه. بله. چون قبر کیفه دیگه ها. بله. یا فشار قبر اگه بخواد فشار مادی باشه باید این آثار پرس شدن بر اون بدن باشه. اصلا به نظر منطقی نمیاد. آره، به همین دلیل ما معتقدیم که همه اینها از جنس برزخ. حالا یه سوال پیش اومد با توجه فرمایشات شما. مجموعه سوالاتی که نکیر و منکر از میت میپرسن و حالا احیانا سوالات بعدی یا گفتگوهای بعدی که بین دیگرانی شکل میگیره با میت، حالا هر چی هست، اینها با زبان عربی و به زبان قرآن هست همش؟ نه خیر، به زبان فطرت انسان هست، زبانی که همه میفهمن. زبان قرآن خوب خیلی نمیفهمن، عربی بلد نیستن، مثلا فارس زبانن، انگلیسی زبانن، حوصا بلد. نه، به زبانی که همه انسان ها اون زبان رو میفهمن. آخه زبان فقط زبان گفتاری که نیست. خب همین اون چه زبانیه که زبان فطری هم هست. اگه کسی رنگش قرمز شد شما چی حکم میکنید؟ بی خجالت میکشه. آره. رنگش پرید چی؟ زرد شد میگیم فشارش افتاده، قندش افتاده، ترسیده مثلا. خود همین رنگ زبانه. آره. تابلوهای راهنمایی رانندگی چی هم؟ اینا زبانه دیگه. زبانه. هر کس میبینه میفهمه که اون از این جنسه. زبانی که به زبان بی زبانی همه چی توش هست. میگن عرفا به هم میرسن حرف نمیزنن، ولی با هم که همدیگه میبینن کلی حرف بینشون رد و بدل میشه. بله. از همین جنس زبانه. بله. خیلی خوب، جای تأمل داشت و تشکر. بریم یه فاصله بگیریم، با اجازهتون برگردیم و ادامه پرسش های شما رو داشته باشیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 30 سوره مبارکه آل عمران رو با همدیگه قرائت کردیم با این امید که انشاءالله اون روز وعده داده شده
ما فقط کارهای خوب ببینیم از خودمون و نزدیکانمون. اصلا کار بدی نباشه که بخوایم آرزو بکنیم که بین ما و کارهای بدمون فاصله های زیادی باشه. به نظرم در سایه دین، معارف قرآن و اهل بیت زندگی کردن این ارمغان رو برای ما خواهد داشت. انشاءالله ما تلاشمون در برنامه مختلف شبکه قرآن از جمله برنامه یاد خدا، مثلا با این موضوع که از اول ماه مبارک شروع کردیم همینه. توضیحات این آیه از شما بشنویم. بفرمایید. نکته اول اینه که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، که از دلایل معاد جسمانی است. این که انسان خود عمل رو میبینه، نه کیفرش رو، نه نتیجهش رو، نه پاداشش رو. نفس عمل ما عملت من خیر محضرا، حاضر میبینه. و منسو وقتی بدی رو که میبینه میگه کاش بین من و این عمل یک فاصله بسیار طولانی و دور و دراز بود. این دلیل بر این که عمل تجسم پیدا میکنه. البته آیات دیگه هم در قرآن داریم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اون عمل رو میبینه. یومئذ تحدث اونجا میفرماید که یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تا اعمال رو ببینن، نه نتیجه اعمال رو، نه کیفر اعمال رو، نه پاداش اعمال رو. پس بهشت انسان در واقع همون عمل خودش هست، جهنم انسان هم همون عمل خودشه. این آیه و آیات از این قبیل به وضوح دلالت بر جسمانی بودن معاد دارن، چون بعضیا منکر جسمانی بودن معاد هستن، میگن معاد روحانی است، فقط روح انسان محشور میشه. نه، جسمی وجود دارد، خود عمل تجسم پیدا میکند. حالا بعداً شاید یه موقع انشاءالله راجع به دلایل جسمانی بودن معاد بیشتر صحبت کردیم که 7-8 طایفه از آیات قرآن فقط با جسمانی بودن معاد قابل فهمن. مطلب بعد این که خب انسان اون اعمالی که انجام داده رو که همراهش هم هست تجسم اخرویشو در آخرت میبینه، وگرنه قبل از مرگ هم عمل رو دیده. یعنی فیلم عمرش مثل یک فیلم سینمایی تماما از جلو چشمش رد شده، همه فرازنشده‌های خوب و بد عمرش رو اینجا دیده. تو عالم برزخ هم تمثلش رو میبینه، نمازش رو میبینه، روزش رو میبینه، حجش رو میبینه، ولایتش رو میبینه. یه موقع انشاءالله در این باره صحبت خواهیم کرد. وقتی انسان وارد برزخ میشه 5 تا صورت میان محاصرش میکنن و یک سمت راست، سمت چپ، بالا، پایین. یکی از هم نورانی تر و بزرگتره. از اینا میپرسه که شما کی هستید؟ سمت راست میگه من نماز این شخصم، سمت چپ میگه من زکاتشم، اون یکی میگه من حجشم، میگه من روزشم. میگه خب از صاحبتون دفاع کنید، هر مشکلی پیش اومد حل کنید، هر جا هم شما کم آوردید من هستم. میگن شما کی هستی؟ که از همین ما زیباتر، نورانی‌تر. میگه من ولایت این شخصم، که کمبود اونها رو هم این ولایت پوشش میده. خب در برزخ هم انسان اعمالش رو میبینه، منتها در قیامت دیگه اون تجسم قیامتی اعمال هست که اونجا مجسم میشه و لذا توی این آیه بهش اشاره شده. حالا چه خوب باشه چه بد باشه، عمل خوب انقدر زیباست و انقدر دلچسب و دوست داشتنی است که انسان از خوشحالی میخواد پر در بیاره. میگه هاومق را کتابیه، بیاید نامه عملان رو بخونید ببینید چقدر زیباست، چقدر خوبه. و اگر خدای نکرده بد باشه میگه که یا ویلتا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. وای بر ما که این که چه نامه است که هیچ کوچک و بزرگی رو پرگزار نکرده، همه رو جمع کرده اینجا آورده. بله. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره. یرهو تازه همون عمل رو عیناً میبینه. الله بر خدا. اصلا اینجوری نیست که حالا اصطلاحی هست میگن زیر سیبیلی رد کنیم، یه کاری کردیم هر چقدر کوچیک، هر چقدر ریز، کسی ندید، خلوت بود، این ور اون ور، همه چی حساب کتاب داره. پناه بر خدا. چه خیراتی برای کم کردن گناهات اموات مناسب تره؟ حق الله و حق الناسی که به گردن امواته، چطور باید جبران کنیم؟ باید بررسی کنن که چون اینا اولویت مال همین حق الناس و حق الله، هیچ خیراتی اولویت نداره بر حقی که به گردنش هست. اونا رو باید اول ادا کنیم. خب
بررسی کنن ببینن کی ازش طلب داره، کی اذیت کرده، به کی ظلم کرده، غیبت کیو کرده. اینا در حد معمول بررسی بکنن. این گام اوله. تحقیق کنن ببینن که کسی هست که ازش ناراضی باشه، کسی هست که ازش طلبکار باشه. اینها رو پیدا کنن و اونها رو رضایتشون جلب کنن و ازشون حلالیت بطلبن. در درجه دوم اگه نتونستن به عنوان رد مظالم و کارهای خیر انجام دادن برای همه طلبکاران این شخص از این راه وارد بشن. بگن هر کس که از این مرده ما طلبی داره، ما براش این نماز قضا رو میخونیم، این صدقه و انفاق رو به این فقیر میدیم، ثوابش هدیه میکنیم به هر کس که از متوفای ما حقی به گردنش هست. اونا با دریافت این ثواب شما از اون قوم خویش شما، از اون کسی که از شما که از دنیا رفته راضی میشن و خوشحال میشن. بنابراین باید حقوق ادا بشه. اول حق الناس، بعدم حق الله. بررسی کنیم یا حج به گردنش واجب بوده اون رفته، حتما اجیر بگیری که انجام بده. نماز روزه به گردنش بوده، وجوهاتی رو باید پرداخت میکرد، پرداخت نکرده. حالا اینها برخیش از اصل مال باید پرداخت بشه، بعد مال تقسیم بشه. برخیش نه، باید از مثلا ثلث مال پرداخت بشه. اون دیگه مسائل شرعی و فقهی مفصلی داره که ما واردش نمیشیم. به این ترتیب حقوق برگردن این شخص ادا میشه، حالا چه حق الناس باشه چه حق الله. خیلی خوب. پرسیدن تأثیر اعمال نیک یا بد فرزندان بر متوفا به چه صورت؟ این اعمال دو صورت داره. یه وقتی که به خاطر تربیت بد پدر و مادره، بله، یا کوتاهی کردن، ترک فعل پدر و مادر، چون تربیت فرزند از حقوقی است که به گردن پدر و مادر واجبه. آقا امیر فرمودن حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. فرزند 3 تا حق به گردن پدر و مادر داره: نام نیک براش انتخاب بکنن، خوب تربیتش کنن و قرآن یادش بدن. تو بعضی نقل هم داره مثلا ازدواج رو اقدام بکنن و چیزی از این قبیل. حالا اگر این حق رو ادا نکرده باشن به خاطر کوتاهی پدر و مادر یا بد تربیت کردن پدر و مادر، این داره کارهای بد انجام میده. بله، به حساب پدر و مادر هم نوشته میشه. میگن شما باعث این گناه شدید، شما این گناه رو ایجاد کردید. اما یه نه، پدر و مادر بعدشون انجام دادن، تربیت کردن، زحمتشون رو کشیدن و اون چه که در توانشون بود انجام دادن. منتها انسان و اختیار. مگه حضرت نوح در تربیت فرزندش کوتاهی کرده بود؟ نه، چه در توانش بود انجام داده بود. خبرم نداشت که این فرزند منحرفه. موقعی که طوفان شروع شد تازه فهمید که عجب این کافره. و امام هادی علیه السلام نسبت به فرزندش کوتاهی کرده بود؟ نه، چه لازم بود انجام داده بود. ولی اون انسان بود از اختیارش سوء استفاده کرد و شد جعفر کذاب مثلا، یا امام صادق علیه السلام شد اون عبدالله افتح مثلا. بنابراین اگر پدر و مادر وظیفهشون انجام داده باشن دیگه ناراحتی نداره، چون اونا دیگه پیغمبر هم چی باشه نمیتونه که کسی رو که نمیخواد هدایت بشه هدایتش کنه. خدا به پیغمبر میفرماید که انک لن تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو نمیتونی هر کس دوست داری هدایت کنی، خداست که هدایت میکنه اونجور که خودش صلاح بدونه و مشیتش تعلق بگیره. اگه اینجوری باشه نه دیگه، اون اشکالی نداره و پدر و مادر در اون گناه شریک نیستن و به حسابشون چیزی نوشته نمیشه. خیلی ممنون است. گفتن که انسان ها بعد از مرگ به چند دسته تقسیم میشن؟ در برزخ انسان ها به 5 گروه تقسیم میشن. 2 گروه تو بهشت برزخی هن، 2 گروه تو جهنم برزخی هن، 1 گروه هم که اصلا برزخ ندارند و نه تو بهشتن نه تو جهنم. اما اون 2 گروهی که تو بهشتن، یک عده شیعان پاک باخته و شیعان علی بن ابی طالب سلام الله علیه و محسن و نیکوکار که پاکن. اینها در جوار قلب اهل بیت علیهم السلام در عالی‌ترین درجات تو بهشت خدا. اللهم ارزقنا.
وادخلی جنتی، تو بهشت من وارد جنتی. آره بهشت من. این بهشت غیر از اون جناتون تجری من تحتها الانهاره، اینها جاشون اونجاست. یه گروه دوم که نه، مؤمنین معمولی هستن، عبادت کردن، با ایمان از دنیا رفتن. بعد از اینکه سوال قبر، پرسش قبر به عمل اومد، خود همون فرشته ها قبرشون رو به اندازه بینششون توسعه میدن. یوسع قبره مد بصره، هر چی که وسعت بینشش بیشتر بوده قبرش هم وسیع‌تر و بزرگتر و اون منزل برزخیش زیباتر و بزرگتر خواهد شد. اینا هم تو بهشت برزخی هم از طعام‌های بهشت برزخی میخورن، از نوشیدن‌هاش مینوشن، به دید و بازدید هم میرن و دعاشون هم اینه که قیامت برپا بشه و از این بهشت منتقل بشن به اون بهشت اصلی. این دو گروه کسانی هستن که در بهشت برزخی زندگی میکنن. دو گروه هم در جهنم برزخی هستن. یکی دو کفاری که زیر بار حق نرفتن، اینها تو جهنم برزخی هم و چون جهنمشون جهنم ایمانه، این عذاب این کیفر و این جهنم پاکشون نمیکنه. دست اون مؤمنینی که اینا مؤمن فاسق بودن، مؤمنی که سراسر گناه کرده و توبه هم نکرده، با گناه از دنیا رفته، با ایمان هم از دنیا رفته ولی پرونده عملش پر از گناهه. این میره تو جهنم برزخی که پاک بشه. هر مقدار که تو جهنم بمونه به همون میزان از گناهش کم میشه، چون گناه عمله نه گناه ایمان. دسته پنجم مستضعفین فکری و فرهنگی هم که برزخشون شبیه خواب سپری میشه. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. شالامو جزو همون دسته اول و گروه اول باشه. که خدای بزرگ فرمان جنتی داخل بهشت خودش بهتر اینجا قرار بگیریم. عوامل نداریم؟ مخلص شما هستیم، محتاجیم به دعاتون. فرمایشات حاج آقا درباره قیامت و اینکه امروز روز جمعه، اولین جمعه سال نو شمسی بود، من یاد این فرمایش قرآن کریم انداخت که یوم ندعو کل اناس به امامهم. الهی که فردای قیامت من و شما با طاووس اهل بهشت، امام زمانمون حضرت مهدی موعود ارواحنا له الفدا، محشور و مأنوس باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل